کوکمون دو سل ره هست. سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیونر کوک شده. در این قطعه سی بمول و میکرون داریم. میگیم سی دو ره 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 ره، سی کرون شده. را شد تکریز تکریز تک تکریز، دوس دوس ره دو. حالا سی بمول میشه سی لا سولا لا، سی کرون سی دو ره می دو سی دو سی لا سی دو سی لا سول، سی دو ره 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 می فره می فام سول فا می فا راست 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 می فره فره دون دون ره دو دو سی دو سی دو سی دو سی دو سی کرونه ره، سی بمول میشه. حالا دو دو سی سی لا لا سول سول لا و انگوش سول چرا به جلو داشتن. دو سی لا سی سی لا سول لا لا کرون شد. لا سول فا در سیم زرد. دو 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 راست چپ راست دوس سیل لاس سول جلا به کار شده. سی لا سول لا لا کرون میشه، اشاره به سول میده. لا سول فا سول سول فام می فا انگشت اول فا سول لا سی لا سول لا کرون راست چپ سول لا سول فا همچنان کرون حالا به کار میشه. سول لا سی دو ره دو سی دوس دو سی لا سی سی لا سول لاس لا کرون لا سول فا سول. این همه راست چپ راست راست همراه با اشاره به قبل. سول فا می فام فا می فا می فا می فا سول لا فا سول فا سول یکی یک میاد پایین. سی لا سول لا سی لا سول فا سول سول راست راست چپ فا سیم زرد اومد. فا می ره می